من بعد کلید اینجوری رو دادم. اومدی اینجا کدوم واحد رو؟ من کلید دیدم رو دره، بعد گفتم شاید احتمال زیاد تو هم هستن. پسر مثلا اومده یه چیزی برداره. زمانی که شما اومدی اینجا این کلید رو در جا مونده. اول این در رو زدم، گفتم اینا هستن. این در رو زدم دیدم کسی جواب نداد دیگه. بعد اومدم گفتم این چیه؟ آقا هست گفتم اگه واکنن کسی واکنه میگم آقا ماشینتون جلو دره، اینجا پارک رو عوض کنید. خب هی زنگ دیدم وا نمی‌کرد، خیلی هم طول دادم، ترسیدم، گفتم شاید یکی تو باشه، دیگه در وا کردم رفتم. درست. حالا اگه اینجا در قفل تو اومدی برای سرقت چجوری می‌خواستی این در وا کنی؟ نمیتونستم دیگه. این در این ضد سرقت بود وا نمی‌شه. چون ضد سرقت بود وا نمی‌شه. در ضد سرقت وا نمی‌کنی. نمی‌دونستم زنگ بزنیم. بعد زمانی که اومدی داخل کجا رفتی؟ بازم همش دلهره داشتم، گفتم شاید یکی تو خونه باشه، تو کلید. خب حالا اگه یکی تو خونه بود چیکار می‌کردی؟ فرار می‌کردم. خب زمانی اومدی داخل کجا رفتی؟ اومدم اول اینجا یه شخص هم سریع رفتم تو اتاق خوابا رو نگاه کردم، یه خود به هم ریختم، چیزی به در بخور گیرم نمیاد. حتی ال سی دی هم برداشتم آوردم که آب سرشون این ال سی دی هم با خود بردن کردی که ببری. هی هولم بودم، اینور نگاه می‌کردم ببینم چرا هول بودی؟ چون کلیدو فهمیدم رو در جا گذاشته، یا رفتم مثلا سر کوچه خرید کنه بیاد کلید رو در مونده. ال سی دی رو برداشتم، یهو دوستم زنگ گفت اومدش علی، اومد پسره اومد و همین پسره. بعد من فهمیدم سریع اینو گذاشتم تو راه. لپتاپ کجا بود؟ زیر میز ال سی دی بودش. زیر میز ال سی دی اونجا بود لپتاپ. لپتاپ رو گذاشتم توی کیف و بعد یه خودم خوردریز بعدش الان یادم نمیاد دقیق چیا بود. بعد دیگه کجا رفتی؟ زدن توی اتاق هم گشتی دیگه. آره تو اتاق خوابم گشتی. تو اتاق کجا گشتی؟ توی کمد و بغل شمع اینا بود. تازه استرس داشتی که کسی بیاد. خیلی قشنگ تو اتاق خواب و تو کمد و 3-4 دقیقه کلا زمان بردش. این اتاق بود اینجا. اومدی توی این اتاق درسته؟ بعد توی این اتاق شما طلا هم بردی؟ یه دونه آره دستمندم گفتم که یادم. چرا میگی من یه خورده ریز بردم؟ بعد میگم پول طلا بردی میگی نه. یادم نمیاد. الان یادت افتاد؟ از استرس نداشتی که میگی من ترس این داشتم که استرس حالا دیگه نداشتم. ولی کسی که بیاد داخل استرس داشته باشی قشنگ تو سر فرصت همه اینجا رو گشتی. این همه خورده ریز اینجاست. تو این همه خورده ریز شما انقدر فرصت داشتی که بگردی اون طلا رو پیدا کنی. این منزل شماست که حالا سرقت انجام دادن؟ بعد چیا بردن از اینجا؟ لپتاپ بود و نادر طلا و آقا میگن که موقعی که اومدن داخل این واحد کلید پشت در جا مونده بوده که حالا اومدن داخل. بعد این به چه صورت بوده شما؟ حالا ایشون ضد نقیض میگه چون اینجا 4 تا کلید بیشتر نداره. هر 4 تا کلید هم که مثلا هست. ولی ما زمانی که تو در باز بود کلید پشت بود، کلید طلا، چون بچه ما که کلید طلایی در باز بود. خب موقعی که میرن در باز در نیمه باز بود. بنده این حفاظو بعد از اینکه سرقت انجام شد. خب چرا این حفاظو قبلا نزدید؟ خب ما تازه اومدیم خونه نشستیم که منتظر بودیم مثلا مستاجر اینجا. نه مال خودمون بود. مستاجر رفته بود که دیگه یه مقدار طول کشید این اتفاق افتاد. بعد از کجا میدونستین که حالا تو این ساختمانی که دارین میرین کسی هست نیست؟ چجوری انتخاب میکردین سوژه‌هاتونو؟ من روزا سرقت میکردم. بعد از کجا میدونستین که حالا کسی خونه هست یا نیست؟ میرفتم داخل آپارتمان نگاه میکردم در آکادمی که قفل بود، قفل کتابی داشت و اینا، بعد میومدم پایین زنگشو میزدم، مطمئن که میشدم میرفتم داخل. نه میگم خب کلش من میگم کاری نمیکردم، من راننده بودم، من سرقت نمیکردم اصلا. یعنی یه بار سرقت کردم اونم حبسش کشیدم تموم شد رفت. سال 83 بود، نمیدونم 83 یا 82 بود. 22 5 83. کاری نبود برم بکنم، مجبور شدم برم این کار بکنم. ما غروب میرفتیم تقریبا ساعت 8 9. خب برقشون خاموش بود، میرفت بالا ببینید. دم غروب میرفتین خونه‌ای که چراغش روشن نمیشد خاموش بودن اونا رو میرفت. بعد چیکار میکردین؟ میرفت بالا ببینید، میرفت بالا کسی نبود. یعنی قبلش خونه رو زنگ نمیزدین؟ بعضیاشونو میزدن، بعضیاشون زنگاشونو درست بلد نبودن. همینجا میرفت کسی بود میومد پایین فرار میکرد. معمولاً سرقت‌هایی که اتفاق میفته همراه با زاغ‌زنی هست.
یعنی اینکه سارقین توی کوچه ها پرسه میزنن، به وسیله خودرو، موتورسیکلت اونجا حضور دارن. وقتی که شاهد خروج یک خانواده ای از منزل باشن، بلافاصله بعد از اون اقدام به زدن زنگ و اگر کسی داخل نبود اقدام به ورود به منزل و سرقت میکنن. ولی برای ساعات اولیه شب و از غروب آفتاب معمولا نحوه اقدام سارقین به این صورته که وقتی که هوا شروع میکنه به تاریک شدن، شاهد روشن شدن چراغ بعضی از خانه ها و خاموش موندن بعضی از چراغ ها هستن. معمولا این گونه ساختمان ها بیشتر هدف این مجرمین و این سارقین هستش. ابتدا با مراجعه به درب و زدن زنگ اطمینان حاصل میکنن که واحدهایی که چراغ اونها خاموش هست کسی درون واحد و آپارتمان نیست. بیا پایین. این چندمین خونه بود زدی؟ چهارم. این چهارمین خونه است که رفتی. بریم داخل. اینجا چجوری اومدی؟ اینجا رو اومدم اینجا. این درم چی؟ لاش وا بود. همینجوریش. توش وا بود دیگه. در وا بود و رفت اومدم. دوتایی رفتیم بالا. دوتایی رفتیم بالا. بعد اومدیم اینجا. خب. اومدیم تو. باندومان و لباس و همش هم یه جا. همش نه باندومان چی بود؟ یه دونه لنگه این بود، دو تا دیگه باند بود. باز دوباره یه ست دیگه بود. 7-8 ساعتایی که رو میز دید. که اینجا رو بهت معرفی کرده بود؟ همین هم. نه کی به اون معرفی کرده بود؟ نمیدونم دیگه اون که دقیقا شما میدونستین اینجا چی داره؟ ما فقط نمیدونستیم چی داره. میگم من اینجا خیلی چیزای دیگه مونده بود. خب دیگه ببین به قول این آقا روی پله پر گونی برنج هم بود ولی راست نزد دیگه من. چی آوردن از شما از اینجا؟ من مغازه‌دار بودم، آمدم خدمت که مغازه‌مو جمع کردم. مغازه اینجا بوده. لوازم خونه همه چی می‌بردن دیگه. لباس، هر ساعت‌های دستم. خب چیا بوده؟ من ازم به خدمت که سیم کارت 912 بوده، تبلت بوده، گوشی بوده. مجموعاً چقدر شما سرقت کردن؟ حالا من ریالیشو نمیدونم، اقلامشو داخل هولوش چقدر است؟ لوازم بوده. بالاخره مال شما بوده دیگه، میدونستین چقدر ارزش مالیشه. هیچی نباشه 30 تومن بوده. از این 30 میلیون تومان بوده. نه. بعد وقتی میرفتین داخل سراغ چه جایی میرفتی؟ اتاق خواب دیگه. اتاق خواب پول و طلا داخل اتاق خواب بود. به غیر پول و طلا چیز دیگه هم نمی‌آوردن. خب طلا اینا رو از کجای خونه برمی‌داشتین؟ من نرفتم بالا ولی همون بچه‌ها که میرفتن میگشتن تو خونه رو میگردن هر جا پیدا شد. یعنی خونه از زیر رو میکنین تا یه چیزی پیدا کنین؟ زیرش میکنن تا یه چیزی پیدا بشه. نبودم میومد. بعد سراغ چه چیزایی میرفتین تو خونه؟ چه چیزایی برمی‌داشتین؟ چیزایی که قابل هم بودن. چی مثلا؟ مثلا گوشی، تبلت، نقرجات، طلاجات اگه بود. نقرجات؟ طلاجات اگه بود.
بعد اینو کسی بهتون گفته بود که حالا پول و طلا توی اتاق خوابه؟ نه دیگه مشخصه دیگه. شما پول و طلا تو کجا میذاری؟ تو اتاق خواب میذارن، تو آشپزخونه که نمیذارن. معمولا داخل منزل سارقین یک سیر تکراری را طی می‌کنند. امروزه هدف سارقین صرفاً طلا و پول هستش. خانواده‌ها عادت دارن که طلاجات و یا وجوه نقدشون را توی اتاق خواب روی میز آرایش قرار بدن. این اولین هدف سارقینه. بعد از اون داخل کشوهای میز آرایش یا توی کمدهای لباس، داخل جیب لباس‌ها، یا بعضا ما داریم مشاهده میکنیم توی سالهای اخیر که مردم به صورت بیرویه شروع به خرید گاو صندوق کردن و گاو صندوق‌های سبک و غیر ایمن. خب گاو صندوق سبک را سارق میتونه به راحتی حمل بکنه ببره و ما زحمتی که کشیدیم، کمکی که به سارق کردیم این هست که همه اسناد و مدارک و وجوه نقد و طلاجاتمون رو همه رو یک جا جمع کردیم، داخل این گاو صندوق گذاشتیم که دیگه سارق دچار مشکل نباشد و حتی نخواد دنبال اینها بگرده. بنابراین گاو صندوق اگر خریدار کردیم باید به نحوی باشد که قابلیت حمل به آسانی نداشته باشه برای هر سارقی، یا باید در محلی نصب بشود. معمولا با توصیه اون است که به اسکلت درب‌ها و یا اسکلت ساختمان اینا باید جوش بشه یا پیچ و مهره بشه از داخل که امکان باز کردن و امکان انتقال اونها وجود نداشته باشه. دیروز که با هم دیگه رفتیم بیرون شما گفتی کلا 14 تا سرقت داشتی، درسته؟ بله. الان چند تا داری؟ الان میگم 100 فقره داری. 100 فقره داری. غروب اومدی؟ اینجا هم غروب اومد. دیگه برداشتم، من مثلا اون بالاشو برداشتم. دیگه چی؟ مقدار پول و طلا اینا بود برداشتم. پول و طلا اینجا بود؟ آره تو کشمش شد. خب چقدر یه مقداری که میگی چقدر بود؟ نه فکر کنم 1 تومن 1 خورده. بعد درو چجوری باز کردی؟ برای اون ورودی در ورودی با دلم باز کرد. با دلم وا کردی. بریم بیرون. خب این چجوری وا کردینو؟ از این باشه تو با دیلم. آره یه ذره فشار راحت باشه. وقتی اومدی اینجا سراغ گاو صندوق هم رفتی؟ آره رفتم. بیا اینجا گاو صندوق. این زیر گاو صندوق. این زیر صندوق. یه گاو صندوق اینجا هست. بله. هنوزم که از کلیدم روشه، درسته؟ بله. اون موقع هم کلید روش بود، درش هم باز بود. درش هم باز. بعد چقدر پول توش بود؟ پول توش زیاد نبود، همون طلا بود دیگه. طلا. پول و طلا داخل گاو صندوق بود که درش هم باز بود. چقدر تا سرقت کردین؟ الان تقریبا رد مالم 1 میلیارده. رد مالت که 1 میلیارد و 500. نه 1 میلیارده. 1 میلیارده. خب 1 میلیارد رد مالته. نمیدونم خودم. یعنی اینقدر سابقات زیاده نمیدونی؟ نه به اون صورت سابقه ندارم. به اون صورت سابقه ای نداری؟ نه به اون زیادی که شما میگید ندارم سابقه. زیادی منظور از زیادی سابقه چند تاست؟ کلا فکر کنم 5-6 تا بشه. 5-6 تا 9 تا سابقه داری. بعد این 1 میلیارد جنسی که حالا پول و طلایی که از خونه آوردیم بیرون چقدر فروختیم؟ 300 تومن، 200 تومن، 280 تومن. به کی میفروختیم؟ مال خر داشتیم دیگه. کمتر 1 ماه رفتم توی کار تازه رفت. کمتر از 1 ماه رفتی توی این کار 9 تا سرقت انجام دادی؟ 6-7 تا بود. نارم تو 2 مرحله بود. 1 سال میذاش که فکر کنم شخ میذاری تهران، درست؟ بعد چقدر گیرت اومد الان از این سرقتایی که من خودم تنها نبودم. 3 نفر بودیم، 3-4 نفر. 7-8 تومانی بود. و اما ورود سارقین به داخل منازل معمولاً طبقه های اول و یا اگر همکف دارای سکنه باشه و مسکونی باشه، طبقه همکف در ابتدا و بعد طبقه اول بیشتر از همه هدف سارقین قرار میگیره. بایستی که موانع بازدارنده و یا قفل‌هایی که به پنجره‌های اینها
و قسمت هایی که معمولا تراس وجود داره باعث قفل هایی تعبیه بشه که این قفل ها به سادگی باز نشه. معمولا درپای آلومینیومی و یا مشابه استفاده میشه. از نوع قفل‌هایی هست که معمولا با فشار دادن یک کلید این پنجره بسته میشه. این فشار دادن یک کلید یعنی به اندازه هست که یک خار کوچک به اندازه نیم سانتیمتر درون لنگه دوم پنجره فرو میره و این باعث باز نشدنش میشه. خب سارقین از همین فرصت سوء استفاده میکنن و با یک وسیله بسیار ساده و فشار کمی که میارن باعث میشه که این پین از اون قسمت مربوطه خارج بشه و پنجره باز بشه.